قرآن الله مباح کرده که با ما طعام اهل الكتاب نه در قرآن شما خواندین الیوم احل لكم الطیبات شما خواندین نه سورت مائده امروز بر شما حلال شده طیبات چیزای پاکیزه و طعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم طعام گوشتای کسایی که به اونا کتاب داده شده حلال. یعنی اگر یک یهودی گوسفند ذبح میکنه یا نصرانی حلال است و شرط داره شرطش به شرطی که یهودی باشه نصرانی ولی کسایی به نام یهودی هستند اکثر از یا سیکولر هستند یعنی هیچ دین قبول ندارند و دیگه در وقت ذبح اکثر امرشاد کرده بسم الله بگوید و در مو وقت بسم الله میگوید اگر به نام دیگه گفت و ذبح شده باشه بسم الله بگوید شرط دیگه که ذبح شده باشه. ولی یک مشکل عجیب بدبختی است که ذبح نمیکنه میگه کار در گلون حیوان ماندن ظلم حقوق حیوان حقوق حیوانا رو مراعات کنیم. خود چی کار کنیم؟ میگه در برق بتین زود میمره حالا برق خواهد بعد میکشش نه میگه زود میمره در کارت که زیادرتال میخوره با تکلیف میشه از پیش خود دلیل میگن در حالی که برق انسان بسیار با تکلیف میسازه و مرگ زود مردنش معلوم نیست که در کدام زود میمره ولی اینکه از خونش میرود راحت میباشه و اگر این تکلیف میبود پای مثلا منم میکرد نه که ذبحش نکنه. یعنی اهل کتاب طعامش حلال کرده و معلوم است که اونا که میارن به ما پخته می باشه و دیگه در ظرفشان می باشه. الله میگه از اهل کتاب بخورین گوشتشان. این حالی یک یهودی همسایه تا گوسفند ذبح کرده برد میاره نه او در تمام در ظرف خود میاره و از او استفاده میکنه یا واقعا یک دلیل است که از ظروف از اونا میشه استعمال شه. و همین قسم الله اباح نساء اهل کتاب به ما شما مباح کرده زنای اهل کتاب زنای اهل کتاب یهود نصارا یک زن یهودی یا نصرانی یک زن اسرائیلی را بگید اسرائیل یک زن نه خوب دیندارا در موجه پیدا میشه و همین قسم مسیحی باشه عیسوی باشه یعنی زن امریکایی اروپایی باشه ولی اهل کتاب باشه و میگه معلوم است که عرق از اینا عرقشان یعنی همین که از بدنشان عرق میاد لا یسلم منه میوزاد کسی که بمره از اینا یوزا جاهن هم بستری میکنه عرق در بدن انسان میاد اگه اون نجس باشه عرقش هم نجس میباشه و اینال خب البته در زنهای اهل کتاب هم میشه شرط است. خب چند شرط است یکی که اهل کتاب باشه یعنی با دین خود هم تحریف شده زیرا در دوران پیامبر هم تحریف شده بودن با مو ایمان داشته باشه یعنی مرتد نباشه این تو نباشه حالا اکثر شکی ببینی بگوی تو در کدام دین هستی میگه در دین خودم خواهشات خودم اشکم یا نظریات خودم و اگر بگوی که الله تو کیست خالقت کیست خدایت کیست تو این بازیم خودم اکثر از اینا کافر مرتد و بیدین میگه پاسن الله رو قبول ندارم قیامت هم قبول ندارم هم کتاب خودم قبول هم جنسگرایی از یا مثلا در انجیل تورات هم جنسگرایی حرامه در حالی که اینا مرد با مردش ازدواج میکنه زن با زنش یعنی اهل کتابی که کتاب خدا نه قبول داشته باشد و ایام کسی یک مباح است یعنی تو نه بهتر خود حدیث میگه که فسفر بذات دین در دیندارام خوب دیندار انتخاب هر مسلمان هم همون مسلمانایی که خوب باشه و یک شرط دیگه هم نیست که اگر زن ازدواج میکنی تسلط از اینا نباشه یعنی در کشوری هستی که زن اونجا اختیار داره و زن زور داره با اولاد تکافر میکنه در یا مثلا اهل کتابی که باید ذمه در سرزمین مسلمان ها زندگی کنه یا این تعهد بده که در اولادش کافر نمیسازه و این کارا در غیر از با مشکلات پیدا میشه.